خدایا عزت مسلم کجا شد کجا شد، نگر بر امت احمد جفا شد جفا شد، نگر بر امت احمد جفا شد جفا شد. یهود و کفر دوران گشت غالب گشت غالب، مسلمانان گرفتار بلا شد بلا شد، مسلمانان گرفتار بلا شد بلا شد. محمد گو که امت را رهاند رهاند، بیارد نور و ظلمت را براند براند، دهد نور مسلمانی به دنیا به دنیا. خدایا منجی عالم کجا شد کجا شد، خدایا منجی عالم کجا شد کجا شد. خدا تا کی بنالم ببینا شفت حالم، طبیب من تویی الله بکن رحمی به حالم، طبیب من تویی الله بکن رحمی به حالم. بیامد ارتداد و نیست و صدیق نیست و صدیق، نماید محو کفر و شرک و زندیق شرک و زندیق، کند اجرای فرمان نبی را نبی را. خلوص پاک زندیقی کجا شد کجا شد، خلوص پاک صدیقی کجا شد کجا شد. خدایا عزت مسلم کجا شد کجا شد، نگر بر امت احمد جفا شد جفا شد، نگر بر امت احمد جفا شد جفا شد. یهود و کفر دوران گشت غالب گشت غالب، مسلمانان گرفتار بلا شد بلا شد، مسلمانان گرفتار بلا شد بلا شد. بود قدس شریف اینک پریشان پریشان، فقانون ناله دارد نزد یزدان نزد یزدان. مسلمانان اسیر کافرانند کافرانند، مسلمانان اسیر کافرانند کافرانند. خدایا هیبت عمر کجا شد کجا شد، خدایا هیبت عمر کجا شد کجا شد. خدا تا کی بنالم ببینا شفت حالم، طبیب من تویی الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد:
مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. رواه البخاري ومسلم، أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت سروران عزیز و بزرگوار صائمین ماه مبارک رمضان، مهمانان الله سبحانه و تعالی، خدمت خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سروران عزیز و بزرگوار، ماه مبارک رمضان یا این مهمان عزیز آهسته آهسته با من و شما در حالت خداحافظی هست، در حالت است که این نعمت عظیم و بزرگ و این شبهایی که چقدر ارزش دارد و این روزهایی که چقدر ارزش دارد در حالت خداحافظی هست. خوشا به حال کسانی که قدر رمضان را دانستند، از رمضان خوب استفاده کردن، و خوشا به حال کسانی که این 2 یا 3 شب دیگر را درست و صحیح استفاده می کنند و با این 3 شب دیگری که مانده اگر قدرمند نشدن خود را قدرمند می گردانند. الله سبحانه و تعالی طاعات و عبادات همه ما و شما را مورد قبول درگاه خیش بگرداند. الله توفیق بدهد که این 3 روز یا 3 شب دیگر را غنیمت شمرده و از لحظه به لحظه و ساعت و ثانیه رمضان استفاده بنماییم. چقدر انسان‌های مبارکی هستند که در این رمضان مورد رحمت و مغفرت قرار گرفتند و چقدر انسان‌های مبارکی هستند که از آتش جهنم نجات پیدا کردند و این هم یقیناً و مژده برای شما عزیزان و شما صائمین ماه مبارک رمضان هست. بحث این هفته ما عزیزان من پیرامون فلسطین هست، پیرامون بیت المقدس هست، ارتباط به قدس عزیز و قدس شریف هست. روی 3 موضوع بحث ماست. اول این که فلسطین از لحاظ جغرافیایی در کدام موقعیتی قرار دارد. دوم این که چرا فلسطین این همه ارزش، این همه خلاصه تعریف و توصیف و مسلمان ها را متوجه ساختن به سوی فلسطین و بیت المقدس. خلاصه فلسطین چی جایگاهی هست. موضوع سوم این که کدام دشمن فلسطین عزیز را اشغال کرده است که او دشمن را بشناسیم. و موضوع چهارم وظیفه و مسئولیت ما در قبال فلسطین چی خواهد بود. موضوع اول این که فلسطین از لحاظ جغرافیایی، شاید بعضی از برادرها این سوال خلق بشه که
ما به فلسطین چی کار داریم؟ فلسطین با ما چی ارتباطی داره؟ فلسطین چی جایگاهی داره و چی حقی به گردن ما داره؟ سروران عزیز و بزرگوار، موضوع مقدسات تعلق به یک فرد و تعلق به یک شخص و تعلق به یک منطقه ندارد. مکه مکرمه از عربهایی که در مکه زندگی میکنن از اونها نیست. کعبه از من و تو هم هست، از عرب و عجم هست. مدینه منوره و مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم تنها تعلق برای عرب ها ندارد، بلکه او مسجد و او سرزمین تعلق برای همه مسلمان ها دارد. مسئله قرآن عظیم الشان چنین نیست که در یک گوشه از دنیا برای قرآن توهین بشه و بعد من و شما در افغانستان بگیم مسلمان های همان کشور از قرآن دفاع کنن. نه، تعلق برای همه امت اسلام میگیرد. مسئله بیت المقدس، قدس عزیز و شریف که محبت مکه و مدینه و بیت المقدس در قلوب همه مسلمان های دنیاست. بیت المقدس از همه من و شما هست. عزت بیت المقدس، آزادی بیت المقدس، آزادی من و شماست. اشغال بیت المقدس و فلسطین اشغال همه سرزمین های اسلامی و کشورهای اسلامی هست. از جمله مسائل مقدسات مسئله انبیاء علیهم السلام. تنها برای مسلمان ها این نیست که به پیامبر اسلام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم توهین شود، مسلمان ها حساس شوند. اگر برای هر یک از انبیاء علیهم السلام در دنیا توهین شود، مسلمان ها باید متوجه شوند و حساس شوند. لا نفرق بین احد من رسله. چنین نیست که کسی در دنیا برای حضرت موسی توهین کنه، مسلمان ها بگن که ایکو به حضرت موسی پیامبر یهودی ها بوده. برای حضرت عیسی در دنیا کسی توهین کنه، مسلمان ها بگن این که پیامبر مسیحی ها و پیامبر عیسوی ها هست. نخیر، لا نفرق بین احد من رسله. پس اماکن مقدسه و اشخاص مبارک و انبیاء علیهم السلام تعلق برای همه امت اسلام دارند. مسئله صحابه، اصحاب جلیل القدر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم تعلق برای همه امت اسلام دارند. چنین نیست که برای صحابه توهین شود، مسلمان ها بی تفاوت باشند. اگر برای اماکن مقدس و اشخاص مبارک و مقدس توهین شد و مسلمان بی تفاوتی نشان داد، او ضعف مسلمان را نشان میدهد و یا این که نعوذ بالله من ذالک بی ایمانی یک انسان و شخص را نشان میدهد. بناهن بحث ما ارتباط به فلسطین و قدس عزیز، سرزمینی که در آنجا چی جایگاه است، چی اشخاصی بودن، بحث ما ارتباط به او سرزمین مبارک هست. آیه‌ای که تلاوت شد الله سبحانه و تعالی می فرمایند سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک است او ذاتی که بنده خود را شبانه سیر داد، حرکت داد از مسجد الحرام مکه مکرمه به کجا برد؟ به مسجد الاقصی، به بیت المقدس.
و از آنجا به آسمان ها تا زیر عرش الله سبحانه و تعالی که در سوره نجم هم اشاره می شود عند صدرة المنتهى. بناء ارتباط به این که فلسطین و موقعیت جغرافیای فلسطین را یک جوان مسلمان باید بداند، چون فلسطین هست سرزمین انبیاء علیهم السلام هست. کسی از جوان مسلمان پرسان میکنه که فلسطین کجاست؟ فلسطین در چه موقعیت جغرافیایی قرار داره؟ فلسطین به گردن تو مسلمان چی حق داره؟ آیا ارتباط به فلسطین معلومات داری؟ در حالتی که رسول معظم اسلام میفرمایند، حدیثی که تلاوت شده، فرمودن که لا تشد الرحال، شما رخت سفر نبندید الا الى 3 مساجد. اگر میخواهید صاحب خیر شوید، صاحب برکت شوید، در اعمال شما و ثواب شما افزوده شود، شما فقط میتوانید به 3 مسجد سفر کنید به قصد عبادت، به قصد ثواب، به نیت ثواب. اون 3 مسجد کجا هست؟ مسجد الحرام. 1 رکعت نماز در مسجد الحرام 100,000 رکعت هست. نعمتهای عظیم و بزرگ خداوندی است. بعضی مکانها و زمانها فضائل خاص خود را دارد. این هفته این نماز جمعی که امروز من و شما به توفیق الله سبحانه و تعالی ادا می کنیم و این 3 هفته که گذشت که ادا کردیم، این نماز جمعه ما چون در ماه رمضان هست، زمان مبارک است. این نماز جمعه به نامه اعمال 70 نماز جمعه نوشته می شود. حساب بکن چند نماز جمعه در این رمضان خواندی. 4 هفته 4/70 سی بکن چند نماز جمعه می شود. جمعه آینده 1 نماز جمعه هست. جمعه آینده وقتی نماز جمعه ادا بشه 1 نماز هست. در مسجد الحرام 1 رکعت نماز 100,000 رکعت هست. میفرمایند شما وقت سفر میکنید مسجد الحرام بروید که این فضائل را دارد. و بعد میفرمایند و مسجد الاقصی، به مسجد اقصا، مسجد الاقصا بیت المقدس. در روایات مختلف آمده که در مسجد الاقصا 1 رکعت نماز 500 رکعت نماز دیگر جاها هست. این مسجد الاقصا هست. و مسجدی هذا، مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم، مدینه منوره، 1 رکعت نماز در مسجد النبوی معادل به 1000 رکعت. و 1 روایت دیگر می آورد که 50,000 رکعت جای دیگر هست. به این است که این ارزش این اماکن مقدسه را نشان می دهد که رسول معظم اسلام می فرمایند که شما رخت سفر به خاطر این که در جای و به مسجدی بروید، غیر از این 3 مسجد به جای دیگر سفر نکنید. مسجد الحرام و المسجد الاقصی و مسجد هذا. این فضیلت بیت المقدس هست سروران عزیز و بزرگوار. موقعیت جغرافیایی فلسطین کجا هست؟ آیا شهرنشین های فلسطین عربن، عجمن؟ آیا فلسطین جز کشورهای اروپا است، جز کشورهای آسیایی است، جز کشورهای افریقایی است؟ فلسطین کجا هست؟ موقعیت جغرافیایی فلسطین را باید ما بدانیم و متوجه بشیم. به طور خلاصه و فشرده، فلسطین عرب نشین هست. سرزمین فلسطین عرب ها زندگی می کنند. فلسطین جز کشورهای آسیا هست. فلسطین در غرب آسیا واقع شده است.
در غرب آسیا فلسطین واقع هست. شمال و جنوب و شرق و غرب فلسطین کجا هست؟ این است که در غرب فلسطین دریای مدیترانه و هم مرز با مصر هست. یک مرز فلسطین با مصر واقع هست، یعنی مصر هم مرز با فلسطین هست. طرف شمال شرقی آن اردن قرار داره، کشور اردن که هست در طرف شمال شرق آن اردن هست. طرف شمال آن لبنان هست که این کشورهایی که همه شب ما و شما صدای اینها را میشنویم که مشکلاتی که در این کشورها هم ایجاد شده که اگر وقت و فرصتی بود اشاره میشود، نبود انشاءالله در نماز عید اشاره خواهد شد ارتباط به این وضعیتی که در کشورهای اسلامی من و شما شاهد هستیم و میشنویم از گوشه و کنار. طرف شمال فلسطین لبنان هست، طرف جنوب فلسطین خلیج عقبه قرار داره. این موقعیت جغرافیایی فلسطین هست. باید اینها را یک مسلمان بدانه، یک جوان مسلمان باید با فلسطین آشنا باشه. چندین مرتبه یاد کردم، فکر میکنم یک بار دیگه هم اشاره کردم که شب در تلویزیون یک جوان مصاحبه کرد، گفت که مرقد پیامبر صلی الله علیه وسلم کجا هست؟ جوان فکر کرد بعد گفت در مکه مکرمه. یک جوان مسلمان تا حال ندانسته که پیامبرش کجا دفن هست، زیارت پیامبرش کجا قرار داره، مدینه کجا هست. جوان مسلمان باید ارتباط قلبی با صاحب مدینه برقرار کنه. جوان مسلمان باید آشنایی کاملی با این سرزمین های مبارک و مقدس داشته باشه. باید فکرش، مفکورش، عشقش، علاقش، محبتش به سوی این سرزمین ها باشه که مکه و مدینه و بیت المقدس هست. سروران عزیز و بزرگوار، فلسطین کجاست؟ چرا اینقدر فلسطین میگوییم؟ چرا اینقدر بیت المقدس میگوییم؟ چرا اینقدر همه سال فریاد میزنیم و ارتباط به فلسطین میگوییم؟ فلسطین کجاست؟ فلسطین زادگاه پیامبران هست. فلسطین زادگاه پیامبران هست. انبیای خدا در آنجا به دنیا آمدن. فلسطین محل نزول برکات آسمانی است. فلسطین جایگاهیه که رحمت الله، برکات الله در اونجا نازل شده. فلسطین مقر پیامبران هست. اکثر انبیای خدا در سرزمین فلسطین زندگی کردن. مقر پیامبران، بندگان برگزیده الله سبحانه و تعالی. فلسطین کجاست؟ فلسطین فرودگاه فرشتگان است. جایی که فرشته ها در آنجا فرود می آیند و پایین می شوند. فلسطین کجاست؟ فلسطین جولانگاه مجاهدین هست. از صدر اسلام تا به امروز فلسطین جولانگاه مجاهدین هست. مجاهدین واقعی و مجاهدینی که از قبله اول مسلمین دفاع میکنن در سرزمین فلسطین قرار دارن. فلسطین کجاست؟ فلسطین آرامگاه شهیدان هست. انبیاء خدا در فلسطین شهید شدن، صحابه شهید شدن، تابعین شهید شدن، بزرگان دین شهید شدن و امروز شاگردان مکتب قرآن شهید می شوند. فلسطین آرامگاه شهیدان هست. فلسطین منزلگاه دانشمندان هست. ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه چه شخصیتی! همچون این شخصیت و بزرگوار. فلسطین کجاست؟ فلسطین قدس را به آغوش دارد. فلسطین بیت المقدس را به آغوش دارد. فلسطین
اولین قبله مسلمانان فلسطین و بیت المقدس، دومین مسجد یکتا پرستان قدس و فلسطین و بیت المقدس، سومین حرم مسلمان هاست. اولین قبله مسلمان ها در فلسطین بوده. بیت المقدس مدت 17 ماه رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره طرف بیت المقدس نماز می‌خواندن. دومین مسجد یکتا پرستان هست. بعد از مسجد الحرام بیت المقدس ساخته می شود. سومین حرم مقدس مسلمان هاست. از لحاظ ارزش معنوی خود اول مسجد الحرام هست، دوم مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم هست، سوم مسجد الاقصی هست. چقدر مسلمان ها تصمیم میگیرن میرن مسجد الحرام، چقدر مسلمان ها تصمیم میگیرن میرن مسجد النبوی. ای الله روزی را بیاور که مسلمان ها تصمیم مسجد الاقصی را بگیرن. ای الله او زمینه را تو فراهم بساز، فتح و نصرت و پیروزی را تو نصیب مسلمان های فلسطین بگردان. ای الله تو مسلمان های فلسطین را از این حالت مظلومیت نجات بده. سروران عزیز و بزرگوار، این فلسطین هست، این جایگاه انبیا. بیش از 60 سال است که فریاد میزند، بیش از 60 سال هست که به آتش اسرائیل غاصب و به وسیله سربازان بوزین صفت صهیونیست میسوزند و مردان فلسطین کشته میشوند و اطفال و زنان فلسطین به اسارت برده میشوند. 60 سال هست. اگر دیگه کشورها ندانن، ولی تو مسلمان و ملت افغان خوب میدانی وضعیت اشغال و جنگ و خونریزی را. در کشور تو 30 سال است که جنگه، چقدر مشکلات داری، ولی در فلسطین بیش از 60 ساله که جنگه. ولی تو مسلمان، تو خوب میدانی، تو مرد افغان و زن افغان خوب میدانی که مسلمان های فلسطین به چه حالتی قرار دارن. 60 سال پیش مسلمان فلسطین آواره شده، 60 سال پیش مسلمان فلسطینی به زندان افتاده، 60 سال پیش طفل معصوم فلسطینی هجرت کرده از فلسطین، الان 60 سال شده چشمش به خاکش نیفتاده، الان 60 سال شده بوی فلسطین به مشامش نرسیده. طفل معصوم 60 ساله فلسطین به داخل گهواره و الان 60 ساله شده، به طول 60 سال جنگ دیده، خونریزی دیده، کشتار دیده، قتل دیده، تجاوز به ناموس دیده، خلاص اشغال خاک و وطن را مشاهده کرده. این فلسطین هست سروران عزیز و بزرگوار. اطفال فلسطینی، زنان فلسطینی به چنگال صهیونیست‌های خونخوار و خوناشام فریاد میزنن. دختر فلسطینی فریاد میزنه، زن فلسطینی فریاد میزنه، یا المسلم یا شباب المسلم. ای مسلمان ها، ای جوان مسلمان، کجا هستید که خواهر فلسطینی شما به دست اسرائیلی های غاصب افتاده؟ شما کجا هستید؟ خواهر مسلمان صدا میکنه، یا خالد کجا هستی؟ عمر کجا هستی؟ عبیدة ابن جراح کجا هستی؟ عمرو ابن وقاص کجا هستی؟ سعد و سعید و طلحه کجا هستی؟ کجا هستی که بیایید ما را از چنگال این ظالمین نجات بدی؟
سروران عزیز و بزرگوار، قاعده فقهی هست. فقهای من و شما می فرماین، فقهای من و شما می فرماین ولو مسلمت سبیت بالمشرق وجب على اهل المغرب تخلیصها من العصر. این قاعده فقهی است. اگر زن مسلمانی، اگر یک زن مسلمان در مشرق به چنگ کفار اسیر بشه، برای مسلمان های مغرب، برای خلاصی او زن مسلمان جهاد فرض عین هست. عزیزان من، امروز در دنیای غربی که ادعای حقوق بشر میکنن، چرا حقوق بشر مظلومیت اطفال فلسطین را نمیشنود؟ چرا سازمان هایی که ادعای حقوق بشر میکنن این صدا را نمیشنوند؟ ولی من و تو ای مسلمان فریب دشمنان را نخورید. حقوق بشر کیست؟ حقوق بشر دست نشانده خود دنیای غرب است. حقوق بشر امروزی غلام حلقه به گوش دنیای غرب است. بنان دنیای غرب است که اسرائیل سروران عزیز و بزرگوار تقویه می کند. امروز متاسفانه رهبران اسلام مهر سکوت را بر دهن گذاشتن. رهبران و کشورهای اسلامی سکوت کردند و کشورها و حکومتهایی که اسرائیل را بر رسمیت میشناسند این را بدانند که به نزد الله هیچ رسمیتی ندارند. این را بدانند که الله سبحانه و تعالی جزای آنها را خواهد داد. مردمان فلسطین، اطفال فلسطین، زنان فلسطین، قبله اول مسلمان ها، دومین مسجد یکتا پرستان، سومین حرم مقدس مسلمان ها امروز صدا می کند که یا المسلم، ای مسلمان بیا مرا از چنگال صهیونیست نجات بده، بیا مرا از چنگال اسرائیل غاصب نجات بده، بیا که اسرائیل هر ظلمی که از دستش آمده در قبال فلسطین انجام داده، بیا مرا از چنگال این خوناشامان نجات بده. بنان سروران عزیز و بزرگوار، قدس گفتیم که تعلق برای مردمان فلسطین ندارد. نباید بگویی تو مسلمان، نباید این را بگویی که چرا فلسطینی ها خودشان دفاع نمی کنن، چرا دفاع می کنن؟ آیا میدانی سلاح فلسطینی چیست؟ آیا میدانی که او سلاحی که فلسطینی بر علیه اسرائیل استفاده میکنه چیست؟ سنگ، با سنگ دست. شاید شما از تصاویر مشاهده کرده باشید، فلسطینی با سنگ میزنه، اسرائیل جنایتکار به گلوله میبنده، اما از او سنگ دست فلسطینی هم اسرائیلی هراس داره، خود را پنهان میکنه پشت دیوارها، پشت احجار و اشجار خود را پنهان میکنه. کجا پنهان میکنی ای یهود غاصب؟ کجا پنهان میکنی؟ رسول معظم اسلام میفرمایند روزی میآید که یهودی ها از دست امت من خود را غایب میکنه، پشت درخت، پشت دیوار، ولی درخت صدا میکنه یا للمسلم، ای مسلمان بیا که پشت من یهودی کمین گرفته. درخت صدا میکنه ای مسلمان بیا بزن که اینجا یهودی هست. خدایا اون روز کی خواهد آمد؟ اون روز کی خواهد آمد یا الله؟ ما در انتظار آن روزیم که درختم صدا بکنه، دیوار هم صدا بکنه که ای مسلمان بیا بزن که اینجا یهودی هست. بنان عزیزان من،
اسرائیل یک غده سرطانی هست، اسرائیل یک مکروب هست، اسرائیل یک ویروس هست. ایرا دشمنان اسلام دنیای غرب در وسط کشورهای اسلامی قرار دادن تا اینکه کشورهای اسلامی حال نداشته باشند، کشورهای اسلامی وحدت نداشته باشند. تمام مشکلاتی که کشورهای اسلامی میبینه همه از اثر حرکت شوم اسرائیل هست که در تمام جهات دست داره و کار میکنه. پشتیبان اسرائیل کیست؟ دنیای غرب پشتیبان اسرائیل هست که در رأس اونها آمریکای جنایتکار، فرانسه و انگلیس، این سه قدرت عظیم و بزرگ از اسرائیل پشتیبانی میکنن که اسرائیل بزنه مردم فلسطین را به خون بکشانه. ولی این را کور خواندن، این را بدانن که دنیای اسلام، شیر مردان اسلام، مردان فلسطین، زنان فلسطین، اطفال فلسطین تنها نخواهد بودن. دنیای غرب بدانن که فلسطین تنها نیست. محبت فلسطین در قلب ماست، محبت بیت المقدس در قلب ماست. ای کاش که مرزها باز می بود، ای کاش که راهها باز می بود، ای کاش که می توانستیم خود را به قبله اول مسلمین در جایی که صحابه شهید شدن خود را می رساندیم و از خواهران فلسطینی و اطفال فلسطینی و از قبله اول مسلمین دفاع می کردیم. خدایا تو میدانی که ما کاری کرده نمیتوانیم غیر از دعا. فلسطین عزیزان من، فلسطین به گردن همه من و شما حق دارد. فلسطین را بشناسیم، قبله اول را بشناسیم، دومین مسجد یکتا پرستان را بشناسیم، سومین حرم مقدس مسلمان ها را بشناسیم. فلسطین تعلق برای اعراب ندارد، تعلق برای فلسطینی ها تنها ندارد. فلسطین از آن همه مسلمان هاست. فلسطین دفاع از فلسطین همه مسلمان ها مسئولیت دارن، چی عربه، چی عجمه، چی ترکه، چی تاجیکه، چی فقیره، چی غنیه، چی زنه و چی مرده، چی باسواده، چی بی سواده. همه باید به اندازه توان و استطاعت خود از فلسطین دفاع کنیم، از فلسطین دفاع کنیم. انزجار و نفرت خود را از اسرائیل غاصب بیان کنیم. این است عزیزان من مسئولیت من و شما. دشمنی که بر فلسطین هجوم آورده کیست؟ دشمن را بشناسیم. این کی هست که مسلمان های فلسطین را قتل عام کرده؟ این کی هست که این مسلمان ها را، اطفال معصوم را، شارون یکی از سران بزرگ اسرائیل، انسانی که چند سال پیش به جهنم وصل شد، این انسان معتاد شده بوده. به چی معتاد شده بوده؟ بزرگ اسرائیل 200 سال قبل به جهنم وصل شد. این معتاد شده بوده. با چی معتاد شده بوده؟ این اعتیاد از این و معتادی از این بوده که یک روز در میان باید یکی از اطفال فلسطینی را به دست خود بسیار به یک حالت فجیع می کشته. این کار برنامهش بوده. اگر این کار نمی کرده عصبانی بوده، وحشت داشته، چون معتاد دیگه. او چگونه می کشته؟ طفل معصوم فلسطینی گوشش را می بریده، او فریاد می زده، چشمش را بیرون می کرده، زبانش را می بریده، او جان می داده و او لذت می برد. 200 سال پیش به جهنم وصل شد. حالا بدان که افراد از او چگونه افرادی هستند. سربازان بوزین صفت از او چگونه سربازان خواهد بود. آیا بدان که اونها چگونه ظالمن، چگونه
چگونه ظلمی بر سر مردم فلسطین و اینها دارن. بناهن این دشمن را باید بشناسیم سروران عزیز و بزرگوار. دشمنی که اطراف قدس و بیت المقدس را گرفته، دشمنی که فلسطین را اشغال کرده، دشمنی که برای مردم فلسطین رحم نداره. این دشمن کیست؟ این یهود هست. این یهود غاصب هست. یهود چی عقیده داره؟ یهود دشمن مسلمان هاست. سرسخترین دشمن برای مسلمان ها یهود هست. نه تنها برای مسلمان ها، دشمن تمام بشریت هست. یهود عقیده باطله خود را به دنیا چنین جلوه میده، میگه ما پیغمبر زاده ایم، بندگان محبوب الله ما هستیم، ما را خداوند عذاب نمیکنه. اگر عذاب هم بشیم فقط ایام معدوده، چند روز بسیار اندکی. تمام انسان ها غیر از یهود میگه اینها همه را الله به خدمت یهود پیدا کرده. مثل که ما و شما شکار مبا داریم، هر چی که یهود انسان بکشه به عقیده باطلش میگه برای ما گناه نیست. مسلمان های تمام دنیا، انسان های تمام دنیا میگه مردانشان غلام یهود هست، زنانشان کنیز یهود هست، مال و ثروتشان هم مال و ثروت یهود هست. این عقیده باطله و این فکر و مفکوره باطله خلاصه یهود هست. قرآن عظیم الشان می فرمایه لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا. هر آینه میابی تو سرسخترین دشمنان مسلمان ها را. این را قرآن میگه. تو مسلمان باید دشمن خود را بشناسی. سرسخترین دشمن تو مسلمان الیهود. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود. سرسخترین دشمن وقتی یهود باشه. پس بناهن این قرآن خدا میگه این دشمن توست، بناهن تو مسلمان باید غافل نباشی، تو مسلمان متوجه باشی. یهود تنها قصد فلسطین را ندارد که تنها حکومتش در فلسطین پیاده بشه. یهود قصد حکمرانی در کشورهای آسیایی داره. یهود میخواه همه کشورها را اشغال کنه و بگیره و در همه کشورها خلاصه حکمرانی داشته باشه و سلطه داشته باشه. این یهود دارای چی صفاتی هست؟ وقتی قرآن عظیم الشان از ابتدا تا انتها بخوانیم میدانیم که یهود دارای چی صفات رذیله و خبیثه هست. میدانیم که کثیفترین انسانهای روی زمین یهود هستند. کثیفترین انسانها، بیعقلترین انسانها، رذیلترین انسانها، پسترین انسانها در روی زمین یهود هستند. اول 7 صفت رذیله و خبیثه یهود را به طور خلاصه و فشرده اشاره می کنیم. اول، یهود با خدا اعتراض کردن. با خدا اعتراض می کنن. آیه مبارکه نازل می شود من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. چی کسی است که برای خدا قرض بده؟ یعنی قرض الحسنه، قرض الحسنه بده. وقتی یهود این حرف را شنیدن لقد سمع الله قول الذين قالوا، وقتی این را شنیدن قالوا ان الله فقیر و نحن اغنیاء. همان خدا فقیر، ما غنیم، خدا از ما طلب قرض کرده. اینجا با خدا اعتراض کردن. خیلی جالبه، در کتاب تحریف شده اینها، تورات و انجیل تحریف شده یعنی تغییر یافته. آنچه که کلام خدا بوده تغییر دادن و آنچه که به ضرر اینا بوده تغییر دادن. خیلی جالبه، در یک کتابی از یهودی ها که من خواندم، از کتابهای بزرگ اینا، مبارک اینا، مقدس اینا، به پیش خود اینا چی نوشته هست؟ یهودی ها نوشته کردن که یهودی ها اولاد حضرت یعقوب علیه السلام هستند. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله تحریر کرده بودن، نوشته کرده بودن. کتاب الان پیش من هست، در انجیل و در تورات این هم نقل آمده. نوشتن که
حضرت یعقوب علیه السلام نعوذ بالله من ذلک روزی با خدا گشتی گرفت. نعوذ بالله، چقدر مردمان بیعقل هستن اینها. با خدا گشتی گرفت به اینه که یهود میگن ما بخشیده ایم. چرا بخشیده ای؟ یعقوب نعوذ بالله با خدا گشتی گرفت، خدا را به زمین زد و بعد بالای خدا نعوذ بالله من ذلک نشست بر سینه‌اش. بعد گفت که اولاد مرا یهودی ها را میبخشی یا این که تو را رها نکنم؟ بعد خدا برای یعقوب قول داد که تو مرا رها کن، من اونها را میبخشم. چقدر حرف جاهلانه. یعقوب اگر یک ذره توان داشت که خدا را نعوذ بالله به زمین بزند، بهشتی هم به خود تیار میکرد، دوزخی هم تیار میکرد دیگه، نیازی به خدا چی داشت دیگه؟ حضرت یعقوب خود از او بنده خدا هست. حضرت یعقوب شب و روز گریه میکنه، پیشگاه الله زاری میکنه، ناله میکنه که الله من بنده تو هستم. این عقیده باطل یهود هست که با خدا توهین میکنن، با خدا اعتراض میکنن. دوم، نجات پرستی کار یهود هست. یهود قوم نجات پرست هست. غیر از یهودیت دیگه هیچ قومی را قبول ندارد. در روی زمین هیچ قومی را به رسمیت نمیشناسه، فقط میگه یهود. تورات را چنان تحریف کردن که از ابتدا تا انتهای تورات بخوانید تعریف یهوده، تعریف یهوده. نه از بهشت بحث داره، نه از دوزخ بحث داره، نه از رحمت بحث داره، فقط تعریف و توصیف یهود و بنی اسرائیل و اینها هست. پس صفت رذیله و خبیثه دیگر یهود اینه که نجات پرست هستن، فقط قوم خود را میبینن نه دیگر کسی را. چهارم، سوم، این که بسیار خشن و متجاوز هستند. خشونت و تجاوز یهود از حد گذشته، از صدر اسلام، قبل از اسلام تا به امروز. قرآن عظیم الشان میگه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر من الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء. دلهای یهود از دل سنگ هم سخت‌تر هست. این قرآن میگه دل یهود رسیم دل سختیه. طفل معصوم رو بگذار پیش رو خو اور جبرکش کن. حالا بس اسلام یک طرف، ولی تو حس بشری هم در وجود تو نبوده، حس انسانیت هم در وجود تو نبوده. این قرآن میگه دل یهود از سنگ هم سخت‌تر هست. سنگر وقتی که آب بریزه 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 با قطران آب روزی سنگ میشکافه. و یا بالاخره قرآن عظیم الشان میگه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اگر این قرآن با کوها نازل میشد، کوها تکه تکه میشد، ولی این قرآن هر لحظه به گوش یهود خوانده شد، در دل ایشان هیچ اثر نکرد و تا به امروز هم اثر نداره. بنابراین این سوم صفت از صفتهای رذیلهشان این بود که بسیار خشن و متجاوز، هر کاری که از دستشان بیایه انجام میدن. به طفل فلسطینی تجاوز کردن، به زن فلسطینی تجاوز کردن، خلاصه به خانهشان تجاوز کردن، خاکشان را اشغال کردن و تا به امروز هم چی حالت و چی وضعیتی. سوم این است که یهود به یک روز 70 پیغمبر شهید کردن. یهود به یک روز 70 پیامبر، وقتی پیغمبر شهید کنن، با پیامبر رحم نکنن، به من و تو رحم میکنن، به زن مسلمان فلسطینی رحم میکنن، به طفل معصوم رحم میکنن. قرآن عظیم الشان میفرمایه به این موضوع که انبیای خدا را به ناحق شهید کردن، با انبیای خدا خلاصه درست و صحیح رفتار نکردن. پنجم، عدم پایبندی به مسائل اخلاقی. اخلاق به اطراف یهود اصلا دور نخورده، اصلا از مسائل اخلاقی هیچ آگاهی ندارن و هیچ پایبندی ندارن. هر کار زشتی که از دستشان میایه انجام میدهن. خیلی مردمان بد اخلاق،
خیلی مردمان زشت، مردمانی هستند که الله سبحانه و تعالی مذمت از اونها کرده. خیلی مسئله مهمیه. من و شما شبانه روز چند مرتبه سوره فاتحه تلاوت میکنیم در نمازها؟ 4 رکعت نماز صبح، 10 رکعت نماز ظهر، خلاصه 4 رکعت عصر، 5 رکعت بالاخره مغرب، 9 رکعت عشاء. هرچی هم که نماز نافله میخونیم با هر رکعت باید سوره فاتحه خوانده بشه. چند مرتبه میشه؟ تو مسلمان چی میگی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. ای الله مرا هدایت کن برای کسانی ببر که برایشان نعمت دادی، مرا برای ای اشخاص نبر غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، مرا برای مغضوب علیهم نبر. مغضوب علیهم چی کسانی هستند؟ کسانی که غضب شده بر ایشان، یهود، ضالین یعنی نصارا. هر روز تو مسلمان از خدا خواهش میکنی که ای الله مرا به راه یهود نبر، ای الله مرا به راه نصارا نبر، ای الله مرا به فرهنگ یهود آشنا نکن، ای الله فرهنگ یهود رو به خانه من نیار، ای الله از فرهنگ یهود من بیزاری میجویم. این کار و برنامه هر روز و هر شب تو مسلمانه که از دست فرهنگ از این دو دشمن عظیم و بزرگ تو به خدا پناه میجویی و میگوی که ای الله ما را به این راه سوق ندی. از بس که این دو دشمن خطرناک هستند، یهود و نصارا. ششم دیگر از صفات خبیثه و رذیله یهود اینه که بخیل، بخل و مال پرستی. یهود خیلی بخیل هست، خیلی مال پرست هست. چیزی که به یهود ارزش داره ماله، ثروته. دین برای یهود ارزش نداره. تا حتی حضرت موسی و کلیسا و اینها برای یهود ارزش نداره. یگانه چیزی که برای یهود ارزش داره مال پرسته و در کناری که مال هم داره بخیله. قرآن عظیم الشان می فرمایه ام لهم نصیب من الملک. اگر به دست یهود پادشاهی هم بیایه، اگر ثروت کثیری هم بیایه، چه کار میشه؟ فاذا لا یأتون الناس نقیرا. به اندازه یک نقیری هم برای مردم ها کمک نمی کنن. نقیر چی اندازه هست؟ مفسرین می فرمایند خرما را وقتی متوجه شده باشید خسته داره، در پشت هسته خرما یک سوراخه که خورد هست. مفسرین می فرمایند که همان سوراخه که خورد و ضعیف همان نقیر هست. قرآن میگه به اندازه نقیر هم اگر پادشاهی دنیا هم از یهود باشه برای شما کمک نمی کنن، برای شما خلاصه ارزش قائل نمیشن. وقتی که قدرت پیدا کنن، آیا برای من و تو خدمت میکنن؟ آیا برای من و تو سرمایه گذاری میکنن؟ آیا برای من و تو محب میشون؟ آیا برای من و تو عزیز میشون؟ باور کنید یهود و نصارا به خون تک تک من و تو تشنه هستن، اما من و تو بیخبر هستیم، من و تو غافل شدیم. قرآن میگه وقاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه. این را رب العالمین میگه مثل که کفار به تعقیب شما هستند که شما را بکشن، همه شما را، شما مسلمان ها هم به تعقیبشان بشوید، بکشید همه ایشان را. قاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافه. بکشید مشرکین را مثل که شما را میکشن. قتل عام کنید مشرکین را مثل که شما را قتل عام میکنن. این تعبیر قرآن هست، این آیه قرآن هست. بنان عزیزان من، هفتم عهد شکنی کار یهود هست. عهد خود را با الله شکستن. الله از یهود عهد و پیمان گرفت که دیگر شرک نیاورید. و قالت الیهود عزیر ابن الله. باز گفتن عزیر بچه خدا هست، باز بت پرست شدن،
پیامبر از اونا عهد گرفت، با پیامبر هم عهد خود را شکستن. با مسلمان ها عهد میبندن تا به امروز، ولی عهد خود را میشکنن. برای مردم فلسطین میگن ما دیگه حمله نمی کنیم، ولی مردم فلسطین در بیت المقدس بر سر نماز استاده هستند. دشمنان اسلام، سربازان کثیف صهیونیست در سر نماز حمله میکنند. مرد اسرائیل، مرد آمریکا. این است عزیزان من که یهود عهد شکن است، عهد خود را با الله شکستن، با پیامبر شکستن، با مؤمنین و مسلمان ها شکستن. این صفت کثیفه و رذیله یهود هست، مسئله عهد شکنی. بناهن عزیزان من این شمه بود، این یک قطره بود که من از لابلای قرآن گرفتم صفات خبیثه و رذیله یهود را. مگر بخوانید که چقدر حضرت موسی را اینها به عذاب کردن، به تکلیف کردن، چقدر پیامبر صلی الله علیه و سلم به تکلیف کردن. یهود با زبان خود پیامبر ما و شما را اذیت میکردن. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. لفظ راعنا در عربی یعنی متوجه ما باش. صحابه پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم می نشستن، می گفتن راعنا یعنی طرف ما نگاه کن، ما را متوجه بساز. یهودی ها به لفظ یهودی وقتی می آمدن به مجلس پیغمبر صلی الله علیه و سلم می نشستن، زبان خود را کج می کردن، می گفتن یا محمد راعینا راعینا. پیامبر متوجه نمی شدن، صحابه متوجه. باز یهود طرف هم دیگر می خندیدن. راعینا یعنی نگاه کن، راعینا یعنی چی؟ یعنی ای چوپان ما. یهود با زبان خود پیامبر و صحابه اذیت می کردن. تنها یهود نیه که تفنگ بگیره تو مسلمان رو بکشه. یهود با زبان خود دشمنی میکنه، با فکر خود دشمنی میکنه. یهود خلاصه به هر طریقی که بشه برای تو مسلمان ضربه وارد میکنه. مثل که به صدر اسلام الله حبیب خود را دوست داره، الله مسلمان ها را دوست داره، الله علیم بذات الصدور، از قلب ها آگاهه. آیه نازل میشه، جبرائیل میآیه یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ای مسلمان ها از این بعد دیگه نگیم راعنا، راعنا نگیم که یهود از این کلمه سوء استفاده کرد. چی بگیم؟ قل انظرنا، به این کلمه بگیم ای پیامبر انظرنا، طرف ما نظر کن ببینیم چقدر دشمنی دارن یهود، چقدر مکر دارن، چقدر حیله دارن، چقدر خلاصه کار میکنن و چقدر ضربه بر مسلمان ها وارد میکنن. سروران عزیز و بزرگوار، باید هر کدام من و شما متوجه باشیم و دشمن فلسطین، دشمن مسلمان ها، دشمن بشریت را بشناسیم که یهود هست. این دشمن فلسطین را اشغال کرده، این دشمن با فلسطینی ها دشمنی میکنه. حالا بفهمیم که چقدر ظلم خواهد کرد، چقدر برای اسرا شکنجه خواهد بود. وظیفه و مسئولیت مسلمان ها در قبال فلسطین چیست؟ مسلمان ها چی وظیفه دارن؟ سران کشورهای اسلامی چی مسئولیتی دارن؟ دنیای عرب چی مسئولیتی داره؟ آنهایی که همجوار و همسایه فلسطین هستند اگر توان دارن از لحاظ تسلیحاتی مسلمان های فلسطین را اکمال نمایند. کشورهای اسلامی و رهبران مسلمان اگر در توانشان هست که چیز واضح هست، اگر اربابان خود را از خود آزرده کنن، رب العالمین را از خود راضی بگردانن، وظیفهشان این هست که امکانات و کمک های تسلیحاتی برای مردمان فلسطین داشته باشند. یعنی در بخش نظامی برای فرزندان فلسطین امکانات و تجهیزات را آماده بسازند. سران عرب، ثروتمندان عرب و ثروتمندان عجم، اونهایی که توان دارن مسلمان های فلسطین را کمک اقتصادی بنمایند.
و آنهایی که نمیتوانند از لحاظ تسلیحاتی، از لحاظ نظامی، از لحاظ اقتصادی وظیفه و مسئولیت او انسانها که من و شما هستیم این است که دعا داشته باشیم، در حق فلسطینی ها دعا کنیم، در حق خواهران فلسطینی و برادران فلسطینی و به حق شهدای فلسطین و به حق مجروحین فلسطین باید دعا داشته باشیم سروران عزیز و بزرگوار. این بود به طور خلاصه و فشرده بحث قدس عزیز، قدسی که عزیز هست، عزیزتر از جان من و تو مسلمان هست، قدس عزیزی که محبتش در دل من و توست. اگر محبت مکه و مدینه و قدس در دل من و تو نباشه این را بدان که در ایمان من و تو خلل هست، در ایمان من و تو ضعف هست، در ایمان من و تو خلاصه سستی و زبونی و اینها هست. بنابراین جمعه رمضان هست، خدا میداند که سال آینده باشیم یا نباشیم، خدا بهتر میداند که دیگر رمضان نصیب ما می شود یا نمی شود، ولی از الله می خواهیم که ای الله این روز را و این رمضان را رمضان اخیر ما نگردان. خدایا پروردگارا بارها و بارها رمضان را و شب قدر را و این فیوزات و برکات را نصیب همه امت اسلام بگردن. عزیزان من و شما امشب 27م شب قدر، فردا شب 28م، پس فردا شب 29م شب اخیر رمضان، حدیث اخیر رمضان را که رسول معظم اسلام فرمودن این را تلاوت می کنم، به طور خلاصه ترجمه می کنم و دعا می کنیم. عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. رواه أحمد أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. شب عید پیش رو هست، شب اخیر رمضان چه شب است؟ متاسفانه از الان تلویزیون ها و رسانه ها شروع کردن به تبلیغات که شب اول عید کدام فیلم و دوم عید کدام فیلم و سوم عید کدام فیلم و شب اول کدام آهنگ و سوم کدام آهنگ. بدبختی هست، خدای تبارک و تعالی اونها را هدایت کن. یک ماه تو مسلمان روزه گرفتی، نباید این را دیگه از شب اول عید شروع کنی باز به گناه و معصیت، شروع کنی به این که این طاعات و عبادات خود را خدشه‌دار کنی. رسول معظم اسلام فرمودن یغفر لامته، آمرزیده می شوند یا بخشش می آید برای امت من. یک بخشش می آید، انعام می آید، عیدی می آید برای امت فی آخر لیلة من رمضان، شب اخیر رمضان رسول الله می فرمایند که برای امت من عیدی می آید. این عیدی چیست؟ یغفر، عیدی بخشیدن، عیدی بخشش. یک نفر زندانی هست، رئیس جمهور می آید بدم دروازه زندان، زندانی صدا میکنه چی میخوایی؟ او چی خواهش میکنه؟ غذا میخواهم، آب میخواهم، نان میخواهم، لباس میخواهم؟ نه، او را مخیر میگذاره، میگه آزادی میخوایی یا طعام و غذا؟ شب عید هم ای عیدی الله آزادی انسانها از جهنم هست، عیدی انسانها آمرزش هست، بخشش هست، قلم عفو بر گناهان کشیدن هست. صحابه عرض کردن قیل یا رسول الله، گفته شد ای رسول خدا اهی لیلة القدر، آیا این شب قدر است؟ گفتن نخیر، این شب قدر نیست، بلکه ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله.
فرمودن که کارگر مزد خود را چی وقت میگیره؟ من و شما کارگر وقتی داشته باشیم ساعت 10 بیجه مزدش را میدیم، 2 بیجه میدیم؟ نه خیر، وقتی که کار اتمام بشه، کار تمام بشه. وقتی که کار تمام شد اینجا مزدش را میدیم. رسول الله میفرمایند که انما یوفی اجره اذا قضى عمله. شب عید شبی است که الله میگه ای بنده من کارتو تمام شد، روزه رمضان را به موفقیت کامل گرفتی، شبها را به موفقیت کامل شب زنده‌داری کردی و نماز تراویح خواندی، درست و صحیح صدقه دادی، درست و صحیح سخاوت کردی، عبادت را درست و صحیح انجام دادی، بیا که وقت مزد هست. این شب غفلت نیست، این شب فیلم نگاه کردن نیست، این شب خلاصه به این نیست که انسان ها او شب باز به عیش و نوش شیطانی سپری کنن. عیش و نوش خدایی داشته باش. قل بفضل الله و برحمته فبذلك. وقت فضل الله شامل حال تو شد، وقت رحمت الله شامل حال تو شد، فلیفرحوا، حالا دیگه خوشحال باش. شب عید شب خوشحالی هست، شبیه که الله نمره میدهد. او شب چگونه؟ رسول معظم اسلام یک اشاره دیگری هم دارن. اشاره دیگرشان اینه که ملائکه کل این نامه اعمال را جمع میکنن. شب عید همه را میگذارن، قلم بر میدارن که ماشینای حساب را میگذارن که جمع و ضرب، این نمازهای فرض، یک فرض 70 فرض، خلاصه 1 روپیه 70 روپیه. این نمازهای نفل سنت معادل به فرض، اینا همه میخوان ضرب بزنن، میخوان ثواب بدن. الله سبحانه و تعالی در شب عید صدا میکنه که ای ملائکه من دست نگه دارید که شما نمیتوانید مزد و ثواب صائمین رمضان را بدهید. این همت شما نیست، این سخاوت شما نیست. امشب باید سخاوت رب العالمین به نمایش گذاشته شود. امشب باید رب العالمین سخاوت خود را برای مخلوق نشان بدهد. الله چی سخاوتی خواهد داشت، الله چی قلم خواهد داشت، چی بخشندگی خواهد داشت، چی مهربانی خواهد داشت، چی پذیرایی خواهد داشت. این شب عید است عزیزان، سروران عزیز و بزرگوار. امیدواریم که این دوست شب را غنیمت شمرده، خصوصا شب عید را. موضوعی که به خدمت عزیزان به عرض میرسانن این است که مسئله امشب در این مکان مقدس ختم قرآن عظیم الشنی که تلاوت شد امشب ختم میگردد و همچنین شب نشینی تا سحر ادامه دارد. دوستا و علاقمندان میتوانند با ختم و با این شب نشینی انشاءالله اشتراک کنن. شب 27 به قول حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه که میفرمایند که در طول عمر شب قدر میفرمایند هیچ وقت از پیش من قضا نشده. بعد حساب گرفتن شیخ ابوالحسن خرقانی که اگر به شنبه روزه شد چند شنبه شب قدر است، اگر به یک شنبه روزه شد چند شنبه شب قدر است. و میفرمایند اگر روزه رمضان به روز دوشنبه آغاز شد، شب قدر شب 27 ماه مبارک رمضان هست. بناهن امشب شب مبارک است. دوستان می توانند با این ختم و با این شب نشینی حضور به هم برسانند. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله و اتوب الیک یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام برحمتك یا ارحم الراحمین.